من خسته و مریضم، اما دلم میخواست که اینا رو تست کنیم و اینا و یه چیز دیگه که محمود جان بر عهده گرفته این ویدیو رو. برو که بریم. سلام، چطورین؟ خوبی؟ این دوتا پاستیل رو من سوپرمارکت خریدم. پاستیل این مدلی من خودم ندیده بودم تا حالا. موضوعش آبش خیلی آبکیه. اوه. میخواست اول خودش بخوره. نه، هم میخواستم بو کنمش. بار انگار انگوره. واه، خیلی باحاله. مزه شبیه چیزیه. ببین دقیقاً انگوره که سردش شده. یخ زده اینا. اما تا محمود رو ببره خودمون نواز کنیم. من بوی پرتقال زد بیرون بعد اینکه باز کردم. وا. بوی پرتقال میده ولی مزهش اصلا نمیده. اون باحال‌تر بود نبود؟ پاییز مال تو. این مال من.